چیه؟ نترس، من که کاریت ندارم. نترس، گفتم که کاریت ندارم. خب بیا پیشم بشه. بیا. چرا گریه میکردی؟ باشه، اگه دلت نمیخواد جواب نده. عجب آدم توداری هستی ها. خوشم اومد. بچه کجای این طرفو ندیده بودمت. ببین، خوب آدم تودار باشه ولی زیادیش هم خوب نیست. علی بدو ببینم، دیرت شده واسه خودت نشستی اونجا. بدو. آخ دیدی دیرم شد. الان مادرم دعوام میکنه. نمیخوای چیزی بگی؟ باشه هر جور راحتی. آقا فالجویان. تویی؟ دنبال من اومدی؟ تو داشتی منو صدا میزدی؟ آقا فالجویان. پس تو عربی، یعنی یک کلمه از حرفایی که اون وقت زدمو نمیفهمیدی؟ انا عربی. باید ما دو انا رو حجیتویک. من که نمیفهمم تو چی میگی. پسر تو کجا؟ اینجا کجا؟ آخ دیرم شد، من باید برم مدرسه. تو کجا میای؟ اونجا مدرسه، تو نمیتونی بیای. میگم نمیتونی بیای. عجب گرفتار شدیم ها. باشه گریه نکن. یه روز خواستیم درد سر نداشته باشیم. خدایا به امید تو. اسمت چیه؟ اونطوری اگه باش عربی هم صحبت کنی نمیفهمه. مگه خودت میتونی حالیش کنی؟ بله این عربه، باید باش عربی صحبت کرد. خب خود عربی حرف بزن ببینم. ببین اینجوری. اسمت چیه؟ اسمت. خب منم همینجوری حرف زدم میگه. تمرکز منو به هم نریز. اسم من علیرضا. اسم تو چی؟ اسمت چی؟ اسم من علیرضا. اسم تو چی؟ عبود. دیدی فهمیدی؟ این ادواشی در بازی یوسف زده. به تو چه؟ دوست جدیدمه. این چه دوسته که زبونش هم نمیفهمی؟ یکی مثل تو که زبونتو نمیفهم. باز پررو شدی بزن تو دهنت. حالا بذار ببینیم کیه؟ گفتی دوست طرفه؟ جون من یکم واسه اون عربی صحبت. اینجا چه خبره سر جاتون؟ اینجا کلاسی یا جنگل؟ علیرضا یوسف زاده. بله آقا. بلند شو. اون کیه آقا؟ اون کدوم؟ یوسف زاده اون. این آقا شاگرد کلاس نیست. چه خوب، ما اینو نمیدونستیم. میدونم شاگرد کلاس نیست، ولی اینجا چه میکنه؟
آقا چیزه این اومدن یعنی چیزه آقا پسر خالمونه. ای دروغگو. آقا فقط امروز سر کلاسن آقا. فهمیدم. و اینطور که فهمیدم شما علیرضا یوسف زاده یک کاسه ای عزیزم زیر نیم کاست هست. بنابراین بلند میشی میری دفتر تا من بیام تکلیفتو روشن کنم. بیرون. آقا چه تکلیف؟ یوسف زاده بیرون. آقا با من بحث نکن. بیرون. آقا وایسی. آقا من وایستادم. بفرمایید شما اونجا وایسید. بیرون. آقا چه تکلیفی بابا؟ این پسر خالمونه، فقط امروز هم اومدن سر کلاس دیگه. آره بفرمایید اونجا معلوم میشه. برو. صبر کن یوسف زاده. مهمان گرانقدرتم ببر بخوره. آقا خودمون میایم دیگه، تقصیر پسر خالمون چیه؟ این تقصیری نداره. قهرمان اصلی قصه اینه. بیرون جفتتون. آقا خواهش میکنم بفرمایید بیرون. آقایون مواظب باشید. خب به من بگو شما چرا این فامیلیتون آوردین؟ به چه حقی آوردین مدرسه؟ تنها بوده آوردمش سرگرم بشه. اینجا مگه شهر بازیه که هر کی تنها میمونه بیارینش سرگرم بشه؟ خب بله. یعنی نه، اینجا از شهر بازی هم بهتره. با حضور بزرگان و مهربانانی مثل شما از شهر بازی هم بهتر میشه. ساکت، زبان نریز. اون از کتاب متفرق آوردنت، اینم از آدم متفرق آوردنت به مدرسه. این کیه؟ آقا گفتیم که پسر خالمونه. اسمت چیه جانم؟ عبود. عبود تو کجایی هستی؟ آقا اهل کجاش؟ همین دور و برا دیگه. من با ایشون حرف میزنم شما جواب بدی؟ چرا جواب نمیدی؟ زبان نداری یا گوش؟ گوش. اذن. سر به سر من میذاری نه؟ حالا من یک نامه می نویسم برای مادرتون، شما رو از مدرسه میفرستم خونه و فردا با ولیتون برمیگردین. آقا باور کنین گوشش سنگینه. اهل کجایی؟ آقای تاشیک چرا داد میزنی؟ شاید بچه واقعا گوشش سنگین باشه. هذا شنو يقولون؟ دیدین آقا؟ دیدین ریگی به کفششون هست؟ بگو یوسف زاده ببینم این چی گفت؟ ما از کجا بدونیم آقا؟ مگه نگفتی پسر خالته؟ خب هست ولی عربه. این دروغ مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ شاید پدرش عرب باشه. بله آقا همین جوریه. بسیار خوب، اصلا تو راست میگی. پس باید باهاش بتونی حرف بزنی دیگه، مگه نه؟ نه آقا خیلی وقت نرفتیم پیششون، نمیفهمیم چی میگه. علیرضا برو سر کلاس دیگه هم تکرار نشه. آخ جون. نه آقا برگردید همینجا. آقای مدیر، حقیقت باید روشن بشه. حقیقت هم دست آقای سپاسیه. آقای سپاسی معلم عربیه و میتونه مچ این یوسف زاده رو باز کنه. آقای سپاسی، آقای سپاسی تشریف نیاوردن، امروز نمیان. پس بنده یک نامه مفصل برای مادر ایشون مینویسم و توضیح میدم. آقای زمانی، خدا آقای زمانی عربی بلدن. به به آقای زمانی، نگفته بودی؟ بله آقای زمانی، شما هم عربی بلدید؟ بله یه بار تو کلاس صحبت کردن. آقا مشکل حل کن، بچه ها برن سر کلاس. تعال اهلا وسهلا. أنا زين، أنا ما أعرف لسانكم. هذا الولد انطاني خبز، أنا ضايع. إذا تقدرون القوا أبويا.
چی گفتن آقا؟ چی گفتن؟ بفرمایید به ما. حله، چیزی به خصوصی نیست. خیلی چیزای خوبی گفت. خیلی خوب بود. تعال. من قبل از اینکه بهتون توضیح بدم و بگم که چی گفته، اگه اجازه بدین من و علیرضا یوسف زاده با هم یه دقیقه بریم بیرون، من یه صحبتی باهاش بکنم، بعد برمیگردم خدمتتون، همه رو بهتون توضیح میدم. تشریف بیارید. آخه من عربی بلدم. آره؟ چرا بی خود حرف میزنی؟ میخوای آبروی منو جلوی بقیه ببری؟ نه آقا ببخشید. دست من چیکار کنم علیرضا؟ این پسر کیه؟ آقا به خدا نمیدونیم. صبح رفتیم نون بخریم، دیدیم کنار خونمون نشسته گریه میکنه. خب باهاش صحبت کردیم، جوابمون رو نداد. یه تیکه نون بهش دادیم رفتیم. برگشتیم که بیایم مدرسه، آقا دیدیم دنبالمون راه افتاد. هرچی گفتیم نیومد. سرش هم داد زدیم. آقا افتاد به گریه. ما هم دلمون سوخت، آوردیمش مدرسه. خب چرا دروغ گفتی؟ آخه از آقای ناظم میترسیم. آخه ناظم که ترس نداره. آقای زمانی اگر چیزی دستگیرتون شده بفرمایید، وگرنه این خدمت شما هم تا پایان زنگ در مدرسه میمونید، بعد تشریف برید خونه، فردا با والده گرامیتون تشریف میارید. بریم تو حیاط. گشنته. زنگ بخوره با هم میریم خونه نهار میخوریم. علی این دیگه کیه علی؟ اینم یه بچه است. این من آنی ترابان، آنی جوان، آنی غایه. علی این چرا اینجوری حرف میزنه؟ چون عربه. از تو کوچه پیداش کردم، کنار خونه نشسته بود. علی دستتو چیکار کنم؟ خب میذاشتی همونجا بشینه. برای چی برش داشتی آوردیش خونه؟ من نذاشتم، خودش دنبالم راه افتاد. هر کاری کردم نرفت. بی خود کرد. الان مادر بدبختش دلش هزار راه میره. مادرش؟ اصلا معلوم نیست مادر پدرش کجا هستن. هرچی میپرسم ام و عبد کجا، جواب نمیده. علی دم و تب دیگه چی علی؟ مینا جان یه لقه خونسرد باش الان برای توضیح میدم. من خونسردم. خب خدا رو شکر که خونسردی. ببین الان برای توضیح میدم. زورت به یه زن و بچه بی‌دفاع رسیده. مینا قاتل زنجیره‌ای. آره همونی که تو خونته. یالا دستتو بذار رو سرت بیا بیرون. من مسلحم. مسلحه. این
دیگه کیه؟ مینا خب این همونه که تو خونمونه دیگه. هرچی میخوام برای توضیح بدم نمیذاری که. مینا حالا چیکار کنیم؟ من میگم بذاریم همینجا بمونه. تو حرف نزن. از خالت پرسیدم. چشم. من میگم باید بگردیم اول باباش رو پیدا کنیم. وا مینا خب چه جوری؟ اسم و مشخصاتش چیه؟ اسمش عبوده. عبود. اسم و مشخصات عبود رو مینویسیم، میزنیم به دیوار. اگه هر کی اطلاع خانواده‌اش داره با ما تماس میگیره دیگه. آفرین مینا، تو همیشه از من باهوش‌تر بودی مینا. خیلی خوبه. چی خیلی خوبه مادر من؟ مگه کیفوله که اعلامیه بچسبونین دیوار پیدا بشه؟ اصلا عبود عربه. توی این محلم عرب نداریم که کسی اونو بشناسه. نمیشه که بابا. من نمیدونم. ما قدیما هر چی گم می‌کردیم مینوشتیم میزدیم به دیوار تا پیدا بشه دیگه. راست میگه. همینجوری همه چی رو پیدا میکردیم. نه مادر من این راهش نیست. علی کتک میکنی علیا؟ ده پاشو برو اعلامیه رو بنویس. برو بچسبون به در و دیوار. رو من حساب نکنین، من نیستم. این راه جواب نمیده دیگه. همینه مونده اعلامیه بچسبونیم در و دیوار. شیب دره گیب دره، یعنی غیر ممکنه. جانم عمو داری خواب میبینی مادر جان. خواب میبینی. چیه؟ أنا أريد أبويا. أنا أريد بيتنا. چی میگی بچه؟ اگه نمیفهمم تو چی میگی که کاش که زبانتو میفهمیدم اقلا. کاش که مادرت بودم اقلا یه لالایی بزد میخوندم. لالایی میخوندم که میفهمیدی. آروم باش بچه، آروم باش. بخون اینجا. لالا گل دشتی همه رفتن تو برگشتی.
چه خبرته؟ عمود خوابه؟ عبود مامان، نه عمود. علی من دیشب تا صبح نتونستم بخوابم. تا صبح فکر کردم ما باید عمودو ببریم کلانتری. کلانتری؟ نه مامان تو رو خدا کلانتری نه مامان. شلوغش نکن. گوش بده، ما که نمیتونیم بچه‌ای که نمیدونیم کیه، پدر مادرش کیان اینجا پیش خودمون نگه داریم. زبونش هم که نمیفهمیم علی. باید ببریم بسپاریمش دست قانون و پلیس تا یه کاری واسش بکنن. مامان من خودم یه کاری براش میکنم. بس چه کاری؟ مامان فقط شما تا عصر به من فرصت بدین، میبرمش پیش معلم عربی، اون میفهمه این چی میگه. خب بفهمه بعدش. خب میفهمه مادر پدرش کجان دیگه. ای بابا خب اگه نفهمیدیم چی؟ اگه نفهمید هر چی شما بگین، هر جا شما بگین میبریمش. مامان تو رو خدا بگین باشه، تو رو خدا دیگه مامان. باش علی، ولی فقط تا ظهر. الان باش برو بیدارش کن بیای صبونه بخوره. چشم مامان مهربونم. یه دقیقه آروم بگیر، الان آقای سپاسی میاد. اگه آقای ناظم ما رو ببینه بیچاره شد. گرفتمتون. اینجا چی کام می‌کنی؟ قایم شدیم؟ نه آقا قایم نشدیم. علی رضا اگه یک دفعه دیگه دروغ بگی، فقط یک دفعه دیگه دروغ بگی، همچین ادبت میکنم که خودت حس کنی. چشم آقا. آقا نتونستیم نامه رو بدیم مادرمون امضا کنه، اصلا نمیشه، اوضاع خیلی خرابه. یعنی چی؟ بالاخره چیزی از این فهمیدی؟ نه آقا، مادرمون میخواد بفرستش کلانتری. خب کار خوبی میکنه. آقا ما آوردیم شاید آقای سپاسی بفهمه چی میگه. خب برای این کارم میشه کرد، ولی اگه باشه تو رو خدا اول بزنه آقای سپاسی باش حرف بزنه. خیلی خب، حالا چرا اینجا بریم تو دفتر؟ نه آقای ناظم با من خودم ضمانتتون میکنم. بریم. آقای زمانی، اگر شما با مشورت من اجازه نمیدادید که این عنصر خرابکار وارد مدرسه بشه، اگر کسی به حرف ما گوش میکرد، این بچه الان نباید توی این مدرسه میبود. خون سرد باشین آقای تاجیک، چیزی نشده که. چیزی نشده قربان، چیزی نشده، ولی خواهد شد. این بچه هر جا باشه یک چیزی خواهد شد، اتفاقی خواهد افتاد، مخصوصا که حالا یه ینگم دنبال خودش راه انداخته. آقای تاجیک ببینید، آخه چیز مهمی اتفاق نیفتاده. من با ضمانت خودم گفتم بچه‌ها بیان توی مدرسه، 2 کلمه با آقای سپاسی صحبت بکنن، همین. شما هم اگه یه چای بخورین آروم میشین. من آرومم آقا، من آرومم، چای نمیخورم. هی میگن خون سرد باشید. خودتونو کنترل کنین آقا، اینجا محیط فرنگه. داد دادن. چشم. آقای زمانی، پوزش میخوام. من به خاطر شما به علیرضا این فرصت رو میدم با آقای سپاسی صحبت کنه. راستی این آقای سپاسی کجاست؟ دیر کرده. احتمالاً یه راست رفتن سر کلاس، من میرم دنبالش. خدا رو شکر. بله؟ هیچ آقا، ما باهاتون کار داریم. یعنی این باهاتون کار داره، یعنی ما عربیم. آقای نرم
کی عربه؟ چی میگی؟ آقا این عربه. این عربه؟ بله، اگه باورتون نمیشه باهاش صحبت کنید. من با این عربی صحبت کنم؟ بله بله. باشه. خب انت عربی؟ ايه شو اسمك عمو؟ عبود طيب چی گفت؟ شلون جا؟ ساکت زمین چی میگه؟ چی میگه؟ چی داره میگه؟ چی داره میگه؟ آقای سپاسی جان ببین ما رو روشن کن عزیزم، ما باید متوجه بشیم چی داره میگه. همین ملهم کجاست؟ کجا چه جوریه؟ آقایون اجازه بدید اون فقط اسمشو گفته. همین اسمش مهمه برامون. بقیه‌شم بگید. سپاسی جان جاي شو تسوي؟ ابوي ترجمه خوب بدی بگو. ابوكم سپاسی جان اینطوری نمیشه. من باید با ابو تنها باشم باهاش صحبت بکنم بفهمم چی میگه. خب چی میگه؟ خب باشه چی میگه آخه؟ پس ما توی دفتر تنها صحبت بکنیم که مطمئن متوجه بشیم. بفرمایید خیلی راحت. تو نه اگر آقای مدیر اجازه بده منو ابو تنها توی دفتر صحبت میکنیم. اندازه کافی شما خرابکاری کردیم. شما نه، شما کجا میرین؟ گفتن تنها با هم دیگه. تنها قرار شد. آخه من یه چیزی جا گذاشتم. نه اجازه بدید. آقای چرا؟ نترس فرزندم. فقط یک سوال دارم. چرا علیرضا یوسف زاده تو از این مدرسه نمیری تا ما هممون یک نفس راحت بکشیم؟ چرا؟ در کل همش همین بود. آقا من میگم از این علیرضا یوسف زاده هر چی بگیم بر بیاد. از کجا معلوم که این پسره رو تحریک نکرده تا یه شر دیگه بپا کنه؟ این چه حرفیه آقا؟ اجازه بدید من با خونه‌شون تماس بگیرم، با مادرش صحبت کنم ببینم جریان چیه. ببخشید. اگه اونم تایید کرد خب بچه رو بود کلانتری تحویل داد دیگه. بله بفرمایید بیاین دیگه. بفرمایید. ببخشید. که گفتی به سرخالت عربه. آره فضولی. کجاییه؟ ای بابا گفتم که عربه. اینو که میدونم اهل کدوم کشوره؟ شاید عراقیه. نه غیر ممکنه. نمیشه که. آقایون اینجا نمایشگاه رو انداختی، بفرمایید. علیرضا بیا بریم دوستم بیار. آقا کجا بریم؟ بیا. نمیخوان بگین چی شد؟ چی شد؟ ای بابا عبود دیگه. نمیخوان بگین آقای سپاسی چی گفت؟ میگم. خب بگین. بیا. آقا خونه ما اون طرفه. باشه. آقا پس کجا میریم؟ وای میشه اینقدر حرف نزنی علیرضا. آقا مادر اون دلواپس میشن. من بهشون خبر دادم. شما به مادرم خبر دادین؟ بله از دفتر بهشون زنگ زدم گفتم تو با منی دلواپس نشن. سوال دیگه نداری؟ تاکسی. بله آقا. خیلی خوب. دربست. بپرس. سوالت هم تو ماشین بپرس. همجا بشینیم. بیا. فقط عربی هم همینجا رو بکنیم.
آقا به ما که خیلی خوش گذشت. اما نگفتین این آقای سپاسی چی درباره عبود گفته؟ بذار من اول عبود رو درست بهت معرفی کنم. آقای عبود آل طیب. آل طیب یعنی به عربی یعنی خاندان پاک. خوشبختم. منم علیرضا یوسف زاده. خب علیرضا بیا کارت دارم. نه تو نه. لا ببین عبود، تو بشین، ما اینجاییم، بر میگردیم. خب تو بشین. علیرضا خوب نگاه کن. فکر میکنی تو این شهر چند میلیون آدم دارن زندگی میکنن؟ 10 میلیون میشه، حتی بیشتر. به نظر تو چی میتونه این همه آدم رو توی همچین شهر بزرگی کنار همدیگه نگه داره؟ چی؟ آرامش. امنیت. اینکه بدونی شبت آرومه و روزت هم بدون ترس تموم میشه. اینکه بدونی مرگ توی 2 قدمیت انتظار نمیکشه تا همه چیز رو نابود کنه. نمیدونم متوجه میشی یا نه. شاید متوجه نشی به خاطر اینکه تو اون سالهای جنگ نبودی. اون همه اضطراب، اون همه ترس. علیرضا میدونی چی باعث میشه که الان من و تو توی آرامش و امنیت این بالا بشینیم و شهرمون رو نگاه کنیم و راحت با هم دیگه حرف بزنیم؟ لابد وقتی جنگ نباشه دیگه. دقیقاً در زمان صلح. آقا جنگ اصلا چیز خوبی نیست. چی میگفتم؟ داشتین راجع به صلح صحبت میکردین. صلح. آره صلح. علیرضا میدونی برای همین صلح پدر تو و امثال اون با تمام وجودشون از هر چی که داشتن دفاع کردن تا ما بتونیم در آرامش و تو امنیت زندگی کنیم. خب بله، ولی منظورتون از این حرفا نمیفهمم. گوش کن، هنوز حرفم تموم نشده. چشم. ببینم حالا اگر قربانی این جنگ من باشم یا تو، یا مردم این شهر باشن یا مردم یه شهر دیگه، فرقی میکنه؟ نه آقا، چه فرقی میکنه؟ هممون آدمیم دیگه. خب هممون دوست داریم صلح باشه. حالا چه فرقی میکنه کجا باشیم یا کی باشیم؟ آفرین پسرم. آقا شما امروز چی میخواین به ما بگین؟ چرا همش از جنگ و صلح صحبت میکنین؟ چرا نمیگین آقای سپاسی چی گفت؟ ببین علیرضا، آقای سپاسی گفت که عبود یه پسر بچه عراقیه که پدرش توی همین جنگ اخیر زخمی شد، الانم توی یکی از بیمارستان‌های تهرانه. چی؟ عراقی؟ آره عراقیه. عراقی؟ عبود آل طیب
عراقیه؟ شوخی میکنین؟ نه واقعا عراقیه. یعنی عراقیه. عبود عراقیه. میکشمت چون عبودین که بدن منو کشی. میکشمت. بزنش. آره بزنش. خیلی کوچیک‌تر و بیچاره‌تر از اینی که بتونه خودش دفاع کنه. خیلی تنهاست. همه زدن. تو هم بزن. بزنش. بزن. بله. خانم یوسف زاده. بفرمایید. شما؟ زمانی هستم خانم. سلام علیکم. چیزی شده؟ کجایید شما؟ کلانتری. کلانتری؟ بله. علی چیزی شده؟ عبود؟ من اصلا طاقتشو دارم بگیم من. نه خانم چیزی نشده. هیچی نشده. خب کی دعوا کرده؟ بچه‌م علی که اهل دعوا نیست. خود شما آقای نیازی واقعا من از شما انتظار نداشتم. این حرفا چیه خانم؟ کسی دعوا نکرده. من عبودو برداشتم آوردم کلانتری تا تکلیفش روشن بشه. منم از اول همینو گفتم. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. علیرضا اصرار داره که شما هم تشریف بیارین. باشه چشم. منم میام. فقط کجا بیام؟ کلانتری محل خودتون. اومدم. چشم. طبق فرمایشات شما بچه رو باید تحویل ما بدین تا ما تکلیفش روشن کنیم. یعنی چی؟ یعنی عبودو بذاریم اینجا بریم؟ بله پسرم. ببرش تو. آفله! بابا جویا! ابو جان. کجا خانم؟ آفله! جانم چی؟ بچه من اینجا. شما بفرمایید. باش. ببینید این بچه گناه داره. طاقت نمیاره. میترسه. میدونم ولی چاره ای نیست. چی کار میشه کرد؟ مگه راه دیگه هم هست؟ حالا شاید یه راه دیگه هم باشه. چه راهی؟ ببینید اجازه بدین تا پیدا شدن پدر مادرش پیش من بمونه. من قول میدم ازش نگهداری کنم. باور کنید. نمیشه خانم. برای من مسئولیت داره. من تعهد میکنم. ضمانت میذارم. نمیشه. بهتره که بچه رو به ما بسپارین و تشریف ببرین. شما خانم شغلتون چیه؟ خیاطم. متاسفانه کافی نیست. ببخشید جناب سرگرد. واقعیتش اینه که من معلمم، کارمند دولتم. من ضمانت میکنم، تعهد میدم. باشه. با ضمانت و تعهد شما و خانم میتونین بچه رو پیش خودتون نگه دارین تا تکلیفش روشن شه. جان شما میبینید این دروازه توه.
اینم دروازه منه، اینم تو. هر کی گل بزنه برده. گل! لا 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 لاجر شنو؟ یعنی جرزنی نکن. شنو؟ هیچی به کار بازی کن. وای زدی گلدونو شکوندی، الان آمی پوست جفتمونو میکنه. لا الام حنینه است. امان از وقتی که عصبانی بشه. بازی کن. گل! چه خبرتون؟ چی شد علی؟ چی شد؟ چه خبرتونه؟ چی داشتی میکردی؟ هیچی داشتیم فوتبال بازی میکردی. تو خونه داشتی فوتبال بازی میکردی؟ ببین علی از اخلاق خوش من سوء استفاده نکنا. سوء استفاده مامان؟ خب همون. خیلی خوب. این مال توه، مال عمود. بگیر. به تو یوهبا. مامان شما دارین عربی صحبت میکنین؟ بس چی کردی؟ من به اون فارسی یاد دادم، اون به من عربی. نگاه کن. عمو جان قال دیبلوم قال وینچر آفرین. مامان تو رو خدا بهش یاد ندین. این دیگه آسمنه. نه این یه شلواره واسه عمو جان. شما واسه من هیچی نگرفتین؟ چرا؟ برای شما یه جفت جوراب خریدم. اینم واسه علی آقای گلم. فقط همین؟ دست شما درد نکنه دیگه. الهی قربونت برم، من که همه دنیا رو واسه تو میخوام علی. خب دیدم این بچه بعد همش لباسای تو تنش باشه، بعدم پول نداشتم علی، گفتم خیاطیمو که تحویل گرفتم برم یه سر لباس برایم بگیرم. بعدم من که برای تو شب عید همه چی خریدم علی، نخریدم؟ نه بابا دست شما درد نکنه، خیلی قشنگه. خب آها اینم مال عمود. خمیل جمیل اذیتش نکن. پس هنوز خبری نشده؟ فعلا نه، ولی ما پیگیر هستیم. به محضی که خبری شد بهتون اطلاع میدیم. عکسشو دادم به تمام نیروهامون، همه دنبالش هستن. راستی حال بچه چطوره؟ اون خانم اسمشون چی بود؟ خانم یوسف زاده. بله خانم یوسف زاده. و پسرش باهاش مشکلی ندارن؟ نه اتفاق خیلی خوب با هم کنار اومدن. علیرضا هر روز تو مدرسه ازش تعریف میکنه و از علاقه خودش و مادرش به عبود میگه و تازگی هم به فکر افتادن که بفرستنش مدرسه. ولی خب این چیزا منو خیلی نگران میکنه جناب سرگرد. چرا؟ آخه این وضعیت موقته. میدونین دلبستگی اینا به همدیگه وقتی که عبود تکلیفش روشن بشه و این چیزا منو نگران میکنه جناب سرگرد. بله حق با شماست، ولی فعلا چاره ای نیست. انشالله به زودی همه چیز حل میشه. انشالله. خب منم به نوبه خودم هر کاری از دستم بر اومده انجام دادم. البته بعد از اینم هر کاری از دستم بر بیاد در خدمتتون هستم. اگر اجازه بدی مرخص بشم. خواهش می‌کنم. خداحافظ شما. خداحافظ. پاشید برید بخوابید. پاشید.
مامان ول کن دیگه، فردم که جمعه است. خب واسه همین میگم بریم بخوابید دیگه. برید بخوابید که فردا میخوام ببرمتون بیرون گردش. تازه ناهارم میریم رستوران. چلو کباب؟ بله چلو کباب. کباب کباب. احنا نقول له کباب. دیدیم، فهمید. آره فردا میریم بیرون. آفرین. بلند شید دیگه، پاشید برید بخوابید. باشه اینا رو جمع میکنیم بعد میریم. بلش کن، خودم صبح جمع میکنم. بلند شید برید. پاشید برید مسواک بزنید. عبود مسواک. نه باریکلا. عفوني يا سيدنا، عفوني انا. عفوني يا سيدي. ظلام عفو. جو. Come on with me, come on. بويا لا تخاف أنا أمك. جان داری خواب میبینی بچه؟ داری خواب میبینی؟ أنا أريد بيسنا. أنا أريد أبويا من هسه شو عنده يسوي؟ چشم باشه ماما جان، هر چی تو میگی. زبونم هم که نمیفهمی که. ولی بهتر که نمیفهمی ها. اگه میفهمیدی چی میخواستی بگی؟ خواستی بگی بودرت چه دردی از من دوا میکنه، تو چی کار میتونی بکنی؟ من بهت میگفتم که آره من هیچ کاری نمیتونم بکنم. هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه غیر از خدا. اون بنده باشو تنها نمیذاره، هیچ وقت تنها نمیذاره. عبود اینو میدونم.
خیر 100 دفعه بهت گفتم دست و صورت تو توی دستشویی خوش کن، حوله رو بذار سر جاش بعد بیا بیرون. چشم. الان به عمودم بگو بیا سر صابونه. مگه پیش شما نیست؟ نه دیشب دوباره باز کابوس دیده بود. مامان چرا آروم صحبت میکنین؟ عبود که نمیفهمه ما چی میگیم. راست میگی. خب حتما دستشوییه دیگه. نه بابا الان من دستشویی بودم اونجا هم نیست. نیست؟ خب حتما عمود نیست. همه جا رو گشتی علی؟ آره همه جا رو گشتم. پشت بون رو ندیدم. من میرم حیا. عمود اونجا هم نبود. نیست. یعنی چی علی؟ یعنی رفته دیگه. بله. سلام خانم، صبحتون بخیر. زمانی هستم. ببخشید صبح جمعه مزاحمتون شدم، ولی خبر خیلی خوب براتون دارم. پدر عبود رو پیدا کردم. بیمارستانه. سریع حاضر شین، میام دنبالتون. عبود رو با هم ببریم بیمارستان پیش پدرش. الو. بله. چیزی شده؟ عمود گم شده. عمود گم شده؟ هیچ اثری ازش نیست. بچه گوشنه توی شهر بزرگ چیکار میکنه؟ جان کجایی؟ عمود کجایی؟ حالا چیکار کنیم؟ باید بریم کلانتری خبر بدیم. بریم کلانتری بگیم چی؟ خانم اصلا حواستون از چی دارین میگین؟ بریم کلانتری بگیم آخه خانم من و شما تعهد دادیم از این بچه نگهداری کنیم. بریم کلانتری بگیم بچه رفته. بریم بچه گم شده. خانم چه حرفیه میزنیم؟ بریم کلانتری خودمونو میگیرن بازداشت میکنن. خب بازداشت کنن. مگه نمیفهمین بچه گم شده؟ این چیه؟ الان چیه عموده؟ فهمیدم. میریم بیمارستان همونجا که عبود پدرشو گم کرده. آخه آقا بریم. بابا تو همین بیمارستانه؟ بله نمیدونی چقدر گشتم تا پیداش کردم. تو CCUه. خب پس بریم پیشش. بریم چی بگیم بچه‌تو پیدا کردیم بعدش هم گمش کردیم؟ نه بریم پیشش. شاید این بچه پیشش باشه. خب بریم دیگه. شما اینجا بشینین اینجا.
چشم. من برم ببینم چه خبره. خانم ببخشید آقای آل طیب اینجا بصری هستن؟ شما همراهشون هستید؟ همراه نه، من اومدم ببینم که پسرشون اومدن اینجا یا نه. نه فقط برادرشون اینجا بود. الان هم رفته حسابداری. جراحت مریض زیاد بود فوت شد. متاسفم. بیا عزیزم یه خورده ذکر بگو شاید آرامش پیدا کنی. بریم. کجا؟ عبود اینجا نیست. پدرش؟ یعنی چی؟ چی شده؟ من شماره عموشو گرفتم. میرم به کلانتری سر میزنم شاید یه خبری داشته باشه. شما همینجا بمونید من برم. بسه دیگه. از صبح دارین گریه میکنین. خدا رو شکر که پیدا شده. بلند شین برین تو خونه. بفرمایید. علی رضا بابا
خیلی دلم برات تنگ شده. نه نمیدونی امروز تو بیمارستان به جای عبود من قصه خوردم. من گریه کردم. آخرش انگار تو رو دوباره از دست دادم. بابا آقای زمانی میگه بزرگ شدن خیلی درد داره. اما به دردش میارزه. من امروز بزرگ شدم به جای خودم، به جای عبود، به جای همه بچه‌ای مثل خودم و عبود. لطیفچی آریامک صدیقه. من که زبونتو نمیفهمم اما دردتو میفهمم. این بهتره. خیلی هستن که زبون منو میفهمن اما دردمو نه. امروز میخوام بدترین خبر زندگی تو بهت بدم بدون اینکه زبونتو بفهمم. بیه من جنگید. این عبی منه. این عبی منه. ابو عبی من جنگید. میبینی؟ جنگید. عبی من رفت پیش خدا. الله رفت پیش الله. عبی تو هم رفت پیش الله. لا
بفرم. أشكرك. أنا أحبكم وأشكركم وما أنسى فضلكم علي. أنا حبيتك مثل أخويا وما أقدر على فراقكم. أنا حبيتك هواي وأحبك هواي مثل أمي. بفرمایید سوارشی بریم. تا حالا خبر مرگ هیچ کسی رو نداده بودم، اونم اینجوری. سخت بود؟ خیلی. هیچ کدوممون دیگه پدر نداریم. توی این دنیا بچه‌هایی مثل تو و عبود خیلی زیادن علیرضا. به این میگن درد مشترک. درد مشترک آدم‌ها رو به هم نزدیک میکنه. این از هدایای جنگی و جنگ با دفاع فرق میکنه. آفرین، خوب فهمیدی. کاشکی نمیذاشتیم بره. کاشکی تعهد میدادین، با هموش حرف میزدین. آخه اون خیلی تنهاست، تنهای تنها. میفهمم. نه نمیفهمی. نمیفهمین تنهایی یعنی چی، چون تنها نبودین. ولی من میفهمم تنهایی یعنی چی. اگه همه بچه تو بغل باباشون میشینن، اون وقت سهم من از بابام فقط یه قاب عکس تو یه تلسکوپ یه کتابخونه، همین. خیلی بی‌انصافیه. تو هنوز خیلی چیزا رو نمیدونی علیرضا. مثل اینکه منم تنهایی کشیدم. بی‌انصافیه. تو بابات همیشه باهاته. اینو خودت به من گفتی، خودت بهم نشون دادی. علیرضا، عبود اینجا تنها و غریبه. شاید درد غربتش از درد از دست دادن پدرش سنگین تر باشه.
اون تو کشور خودشم تنها غریبه. آره ولی حداقل مردم این زبونشو میفهمن. اون کوچه ها و خیابونه براش آشناست. حداقل دیگه گم نمیشه. هر کسی یه دیاری داره، یه سرزمینی داره، یه سرنوشتی. دیگه با همه اینا نمیشه جنگید. یعنی چی؟ ساکت بشینیم و ببینیم و عبود و این همه بچه‌های دیگه آواره بشن؟ نه. پس چی کار کنیم؟ شاید راهش این باشه که خوب ببینیم، خوب بفهمیم معنی زشتی و زیبایی رو، فرق خوبی و بدی رو. اون وقتی که میشه اعتقاد پیدا کرد. اگه همه مردم دنیا به خدا اعتقاد داشته باشن دیگه بعید میدونم جنگی هم در بگیره. بچه ها پدراشون از دست نمیدن. کسی هم از خونش آواره نمیشه. خونه. تازه میفهمم چرا همه مردم دنیا خونه هاشون رو دوست دارن. خونه. خونه چه خراب چه آباد، توی جنگ توی صلح، زشت و زیبا، بالاخره خونه آدمه. خیلی ها به این اعتقاد دارن. واسه حفظ کردنشم جونشونو پاش میذارن. مثل پدر عبود، مثل پدر تو، مثل خود من. علیرضا یوسف زاده. من میتوانم شبهای تاریک مهتاب باشم، من میتوانم چون عکس خورشید در آب باشم، من میتوانم مانند جنگل انبوه باشم هنگام سختی چون کوه باشم. من